سلام دوستان، امروز میخوایم یه سفر بسیار مفید و داخل دنیای موژه ها داشته باشیم. میخوایم ببینیم موژه ها اصلا چه ساختاری تشکیل شدن، ساقشون چطوره، چطور رشد میکنن، چرا بعضیا بلندتر و پرپشت‌ترن و همچنین درباره ماندگاری، سلامت موژه ها هم صحبت کنیم تا بدونیم چطور میتونیم موژه ها رو قوی و سالم و جذاب نگه داریم. پس آخر ویدیو با من همراه باشید تا همه چیز رو لایه به لایه باز کنیم. خوبه که از پایه ترین قسمت بیایم شروع کنیم. ببینید موژه چند قسمت تشکیل شده. یکی ریشه موژه است که همون بخش زیرپوستیه که مسئول آغاز رشد موه دیگه، و اون حفره‌ای هم که این ریشه میاد توش قرار میگیره و محیط رشد رو واسش تنظیم میکنه فولیکول مو گفته میشه. و اون مویرک ها هم که میان اکسیژن، مواد مغذی، هورمون ها رو به ماتریکس مو میرسونن شبکه مویرگیه. و یه نکته خیلی مهمی که اینجا هست غدد ترشحیه که شاید تا حالا نمیدونستید که چقدر نقش مهمی تو سلامت و ماندگاری اکسیشن موژه‌مون داره، که حالا در آخر حتما دلیلش رو بهتون میگم. ناحیه پیازی حاوی سلول زنده فعال که مسئول تقسیم سلولی و کراتین سازی مو رو دارن، و اون لایه پوستی هم که نقش حفاظتی و تغذیه‌ای و تعادل میکروبی رو ایفا میکنه، همون اپیدرم و درم اطراف این موژه‌مون هستش. بخش کلی راجع به ساختار پایه‌ایه، یعنی جایی که موژه تازه شروع به رشد میکنه. اما قسمت اصلیه که با ماش کار داریم ساقه موژه هستش که ما توی اکسیشن و استالینگ باش خیلی سر و کار داریم. این در واقع از 3 لایه تشکیل شده. یکی مدولاس که هسته مرکزیه با تراکم پایین، میشه قایه بدی اصلا ما نمیبینیمش این بخش رو. و بخش بعدی کورتکس، ضخیم‌ترین لایه است، تعیین کننده رنگ، ضخامت، خاصیت ارتجاع موژه همش توی این قسمت شکل میگیره. و لایه آخر که کوتیکول هستش لایه خارجیه که حفاظت مکانیکی شیمیایی رو ایجاد میکنه. آسیب به این کوتیکول باعث شکنندگی و کاهش چسبندگی اکسیشن موژه میشه و در واقع ما بیشترین ارتباطمون با همین قسمت هستش. میرسیم به بخش چرخه رشد موژه. موژه همیشه در حال رشد هستن و شروعش هم از 7 و 8 ماهگی جنینه که قسمت اولش آنوژن، یه فاز رشده که حدود 30 تا 45 روز طول میکشه. مرحله بعدی کاتوژنه، فاز گذاره، فولیکول کوچیک میشه و رشدم متوقف میشه که 2 تا 3 هفته زمان میبره. و تلوژن، یه فاز استراحته که موژه میریزه و جای خودش موژه جدید در میاد که اینم بستگی داره به فرد، 3 تا 150 روز زمان میبره. و به این کل چرخه که بخش از موژه میریزه و رشد میکنه یه موژه جدید بهش اکسوژن گفته میشه. به طور کلی عمر موژه ها بین 2 تا 3 ماهه و 4 تا 8 هفته هم طول میکشه تا موژه های جدید جایگزین بشه. خب گفتیم که این غدد ترشحی روی اکسیشن موژه تاثیر داره. حالا چجوری؟ در واقع 2 اصلی غدد هست، سباسته و میبومی، که اول غدد سباسته رو بگم. این روی فولیکول موژه قرار داره. کنار فولیکول موژه از یه ماده به نام سبوم هم ترشح میکنه. این چربی که ترشح میشه باعث میشه که ریشه موژه و پلک چرب بشه و خب میدونید دیگه چسب اکسیشن رو ضعیف میکنه، باعث لغزش و ریزش زودتر اکسیشن میشه. و غدد میبومی هم که روی لبه پلکه، یعنی پشت خط موژه است، یه نوع چربی نرم و روان کننده ترشح میکنه که مانع خشکی چشم میشه.
در حالت طبیعی مفیده، ولی خب ترشح بیش از حدش هم باعث افت ماندگاری اکسشن میشه. چسب اکسشن پایه سیانوآکریلات داره که با چربی سازگار نیست. در واقع این ساختارهای پایه چسبم تو ویدیو خودش گذاشتم. اونو حتما ببینید که خیلی اطلاعات خوبی بهتون میده. ببینید هرچی ترشح این قدرت بیشتر باشه، اتصال چسب به موجه طبیعی هم خب کمتره دیگه، عمر اکسشن رو کوتاه میکنه. به همین دلیله که قبل از اکسشن همیشه میان پاکسازی خط موجه رو میان با استفاده از پرایمر رو یا مواد شوینده‌های دیگه انجام میدن و توصیه میدن که حتما قبل از اکسشن چشما رو باید شست و جور دیگر باید نگاه کرد. ببینید ریزش موجه عوامل خیلی زیادی میتونه داشته باشه. ما به یه سریاش اشاره میکنیم. یکیش رژیمه، یعنی تغذیه نامناسب، و تیروئید، مشکلات عصبی، مصرف داروهای هورمونی، شیردهی و بالا رفتن سن، کمبود ویتامین B5، کمبود بیوتین و خیلی چیزای دیگه که واسه حالا بدن هر کسی متفاوته. امیدوارم که این ویدیو واسهتون خیلی مفید باشه. اگر خوشتون اومد حتما لایک کنید و اگر موردی هم بود کامنت ها به هم بگید. عاشقتونم.